10 مدل افغان جشن استقلال افغانستان را با پوشیدن لباسهای مختلف سنتی تجلیل کردند. یکی آنان لباس مشابه شاه امان الله خان را بر تن داشت، شاهی که 98 سال قبل از امروز استقلال افغانستان را از بریتانیا گرفت. مدل‌های افغان این نمایش را با وجود مشکلات امنیتی برآ انداختند. تهدیدا خب فعلا در هر جای بر دختر خانم می باشه، نه تنها در این رشته بلکه در رشته می باشه. خب که ما مبارزه میکنیم تا که میتونیم. بخش مدلینگ خودم با خیلی مشکلات آغاز کردم. دختر خانم وقتی که سخت از در این وقت بیاید و کار کنه یا در بخش مدلینگ. هر یک این مدل ها در این نمایش از قوم و یا ملیت نمایندگی می کنند. بسیار خوش هستیم. روز جشن است 28 اسد و به نمایندگی مدل ها آمدیم اینجا. میخوایم که یک نمایشگاهی از لباس فیشن شو داشته باشیم. پس از چندین دهه اخیراً مدلینگ در افغانستان رنگ تازه‌ای به خود گرفته. دختران و پسران به این بخش راه آوردند و نمایش‌هایی را انجام می‌دهند. اما خوف از ناامنی هنوز هم در دل‌های آنان موجود است.